هشدار ترامپ به رژیم ایران: پیش از آنکه دیر شود برای آتش‌بس اقدام کنید. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با صدور هشداری جدی به رژیم ایران خواستار پذیرش سریع طرح آتش‌بس پیشنهادی واشنگتن شد. ترامپ تاکید کرد که در صورت ادامه وقت‌کشی تهران و خودداری از پایان دادن به جنگ، رژیم ایران با پیامدهای سخت و غیرقابل بازگشت روبرو خواهد شد. به گزارش رویترز، ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت: رهبران ایران در حالی که میگویند فقط در حال بررسی پیشنهاد ما هستند، در واقع برای رسیدن به توافق التماس می‌کنند. او هشدار داد که رژیم باید هرچه سریعتر تصمیم بگیرد، زیرا در غیر این صورت راه بازگشتی وجود نخواهد داشت و وضعیت خوشایندی رقم نخواهد خورد. رویترز گزارش داده است که یک طرح 15 ماده‌ای از سوی آمریکا و از طریق واسطه‌ها به تهران تحویل شده است. این طرح شامل مواردی چون توقف کامل غنیسازی اورانیوم، بازگشایی تنگه هرمز و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی است. در مقابل، مقامات ایران اعلام کردند که مذاکره مستقیم با آمریکا انجام نمی‌دهند و تنها در حال بررسی پیشنهادها هستند. آنها شروطی مانند دریافت غرامت جنگی و تضمین‌های امنیتی آینده را مطرح کردند. تحلیلگران سیاسی می‌گویند که پافشاری طرفین بر مواضع حداکثری و نبود مذاکرات مستقیم، تلاش‌های میانجی‌ها را با بنبست جدی مواجه کرده است. ادامه این وضعیت و لحن تند تهدیدات نظامی، خطر گسترش درگیری‌ها در منطقه را به بالاترین سطح رسانده است.